شما در هر جا بر همین تاجیک بودن تان برادرای عزیز در برابر اونی که مسلمان بودن تان در شما تاجیک بودن تان باید که شما حتما افتخار داشته. البته باعث افتخاره برادر عزیز. الاساس من الحمدلله العالمین زمانی که با علمم با دینم وقتی مینازم افتخار میکنم در پهلک همی در گوشه همی تاجیک بودن من گذاشتگیم که من با تاجیک بودنم برادر افتخار میکنم. پهلک همی در گوشه همی تاجیک بودن من گذاشتگیم. برای وطن ما ایش که نهیه وطن ما دا وپشه یکون نه ابو نه مابو نه نه یکون کس نهیه وطن ما. اینال این مرتدا که هستن یا باز غالبا در لباس چی داخل میشن در بین ما؟ در لباس ملت گرایی و قوم گرایی و قوم پرستی. مسلمان خود قوم پرست نیست. ما قوم پرستش نمیکنیم. قوم خود خوش داریم. اما باز اگه قوم ما مثل ابو لهب وار کافر بود. ابو لهب قوم رسول الله صلی الله علیه و آله نبود. کاکایش نبود، قریشی نبود. اما باز وقتی که کافر بود باز برش میگیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. علل خصوص همین پادشاهی که امروز بالای سر ما و شماست. این جهادی که این پادشاه ما و شما کرده است، چی در قزاقستان، چی در مالزیا، چی در امریکا، که اسلام را شما با تروریسم ارارش نکنین گفتند. این سخن یگان شیخ عرب نگو بلکه پادشاه ما و شما گفت. این حال باز مسئله قوم خود باز قرآن را فیصله کرده. درست است قوم خود آدم خوش داره لکن قوم مسلمان خود خوش داره. وقتی که قوم ما بیدین بود چی کنه بودن؟ قواریش دیگه سر اینا بازی مردم های بیدین بازی ها به چی میین؟ بازی ها به نام قوم پرست. ما قوم پرست هستیم، ما به خاطر قوم کار میکنیم، ما به خاطر ملت کار میکنیم. ملی گرایی در اسلام ملی گرایی نیست. ملی چی معنی؟ ما مسلمان کس وقتی که میگی الحمدلله رب العالمین، الله رب کی است؟ رب العالمین است. آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. اگر یک مسلمان بگه قدس وطن من نیست، این مسلمان نیست، نمیفهمه. مصر وطن ما و تو، سوریه وطن ما و تو، سرزمین اسلام وطن ما و تو. امروز وقتی که این حاکمای جبار طاغوت بر ما و تو در هر جای پاسپورت ویزا ساخته، این خود نظام کفر است، این خود نظام انگلیس است. اگر نظام اسلامی باشه ما مسلمان باید در هر جای ویزی مسلمان چی است؟ پاسپورت مسلمان چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حال بازی مردمایی که دین نمیفهمن، فکر ندارن، دانش ندارن، اندیشه فکری ندارن، اندیشه سیاسی ندارن، نظام اسلام نمیفهمن. از این خاطر این مردم هستن با چی هستن؟ بازی هم میگه ما ملتگرا هستیم، ما قومگرا هستیم، ما وطن پرست هستیم. ما وطن پرستش نمیکنیم. مکه هم وطن ماست، مدینه هم وطن ماست. ایره که اونا مرد سر ما پاسپورت این کرده، مرد وطن خودم نمیمانه که خانه جور بکنم، خب مرا اجازه نمیته. او بیدین است، او بیدین است. قدس وطن ماست. یکی یهود مرا نمیمانه که در وطن خود برم. آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. از این خاطر مسلمان بازی چیزا نداشت. تا چند قرن پیش وقتی که نظامای طاغوتی نبود، واقعا نظام خلافت اسلامی بود، مسلمان افغانستان اینجا حرکت میکردن، درست میرفت 6 ماه در راه میکرد. از اون طرف پس از مکه تا اینجا میاد، نه کس ویزا پرسانش میکرد نه پاسپورت پرسانش میکرد. وقتی که نظام انگلیس آمد، نظام انگلیس مسلمان‌ها رو تکه تکه کرد، قومی جورش کرد. تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان به ارمن، نه این تقسیم انگلیس است، تقسیم اسلامی نیست. انسان مسلمان به این تقسیم بندی ها هیچ وقت از نگاه عقیده ما باور کردن نمیتونیم. از نگاه عقیده ما اینو درست قبول کردن نمیتونیم. نظام انگلیس و خط مشی انگلیس، این دیورند کی برای ما جور کرده؟ خط دیورند کی هست؟ دیورند یک انگلیس است. ما دم مخططات و دم برنامه ها و دم پروژه های انگلیس میریم، چرا فکر نداریم؟ به فکر هستیم. متوجه هستین؟ این حالی مرتضی صاحب در تلویزیون ها میخیزن میبراین به نام چی؟ به نام از اینکه ما مسلمان هستم، ما قوم خوش دارم، ما افغانستان خوش دارم. او شیر آقا لوده، تو مسلمان هستی بیا در وطنت باش. نیست ما در اونجا شیشتیم، از اونجا بر ما فتوا را صادر میکنم. این حال ای چیست؟ این مردم های خارج از دین هستن و اینا بسیار خطرناک هستن، چون اکثرا پروژه های دشمنای اسلام همی است که یک تعداد مردم از دین میکشه، از عقیده میکشه.
باور بکنین او کمونیستی که 30 سال پیش کتاب لنین خوانده امیال اگه 500 رکعت نماز هم بخونه لکن کله شورمو کله لنینی است. اونمو دم صف اول مسجد شیشته صف مسجد خراب میکنه. دا دیگه سر خوارج که سال کنیم میفهمی یعرف المجرمون بسیماهم. آدمای مجرم از چی معلوم میشن؟ از خوارج معلوم میشن. و مسلمان ها کس نه چی است؟ تراهم فی وجوه من اثر السجود. در چهره مسلمان آثار چی دیده میشه؟ آثار سجده دیده میشه. اما یارا که سال کنیم ای کمونیست لالا فکر است کاتشتیم اینه که دارن ریش مانده لونگیام چی میگه کاتشتیم امروز ها در افغانستان مداخله کردن. نه استاد دا خبره به نکی اگوی خود افغانستان ده اقتصاد ده تینگولو ده پر افغانستان تر خیر تروس برید دا خبره که او لنین دیر خساره یو باز کاتش کی بشینی باز گونه از حج آمده یک جای رفتیم یک کسی ازش آمد یک استاد مرا گفت تو بیا بریم خانه فلانی ازش که رفتیم که ایوازی که از مکه قصه کنه از قصه خروچوف تو گفت گرباچوف تو گفت ازش اومدی قصه رو میکنی او خود زبان خود ترجمان است این گندگی ها که کلا باشه نه که تگان داک میشینی او گندگی ها خود در مغزش هست حالا از زبانشون هم گندگی برآمده میره